با سلام به بیننده های این کلیپ. زلزله چند سال گذشته ترکیه خیلی از تونل ها، زیرساخت های راه آهن را از بین برده. عملا چندین استان و شهرشون که ارتباطشون قطعه و چه مسافری چه باری برای بتون ریزی کردن و بازسازی کردن. خب خیلی راه ها صعب العبور بود، بعضی جاها رو اصلا نمیشد بتون ریزی کرد. اومدیم این تکنیک رو زدیم و یه بتونیر رو از روی تریلی جدا کردیم، اینجا مونتاژ کردیم. یک پمپ هیدرولیک، دیزل هیدرولیک، سیستم آبرسانی و برق و همه چیز کامپلت تکمیل. دیروز ازش استفاده شد، خیلی جالب و خیلی راحت تمام فونداسیون های اون چیزها رو گرفتن، اون تیرک ها رو ریختن و خیلی هم راضی بودن.